مد شده همه میگن سریال فرندز رو نبینین، بیاین برین سریال وی اسپیک NYC رو ببینین که امریکا برای مهاجرینش جدیدن ساخته. اولا که جدید نیست، قدیمیه. سکانس هم خیلی کنده، اما بله برای مکالمه خیلی خوبه. سکانس های کند رو برداشتم، تیکه های مهمش رو روش آموزش میدم برای اولین بار در این پیج. Yes. I heard the art is made by the workers. اولا یه توضیحی بدم، این سریال لینکش در کپشن موجوده، خیلی هم راحت میتونید تو گوگل سرچ کنید وی اسپیک NYC، تمام سریالا میاد. سریال هم هر بخشش یه چیزی رو میگه. به نظر من تا بخش 7 خیلی مبتدیه، حوصلتون رو سر میبره. از اون بخش به بعد رو من کامل تمام ساختارات همه چی رو قراره در همین پیج بگم، پس نیازی نیست حتی سریالم ببینید. این بخش اینجا یه بیمارستانه که اومدن توش آرت گالری برگزار کردن. حالا میخوام ببینن که چی شده که این آرت گالری تو بیمارستانه. جالبه، براتون بخش به بخش توضیح میدم، ببینیم با هم. I heard the art is made by the workers. I heard the art is made by the workers. این یه جمله مجهوله. میگه من شنیدم که اثر هنری توسط کارمندان ساخته شده. Was that your idea? Was that your idea? ایده شما بوده؟ No, it wasn't me. No, it wasn't me. کار من نبوده. This art show was really the idea of our employees. This art show was really the idea of our employees. این نمایشگاه هنری در واقع ایده کارمندان ما بود. Employees میشه کارمندان. They came to me with the idea. They came to me with the idea. تحت لفظی معنیش میشه اونا اومدن پیش من و این ایده رو مطرح کردن. You should talk to Alicia. There she is. You should talk to Alicia. should رو ما خیلی وقتا به معنی باید ترجمه میکنیم، اما بهتره که بیشتر معنی میده. تو بهتره که با الیشا صحبت بکنی. There she is. اون اینجاست. Can you tell me how the art show got started? Well, برای اینکه بتونم خوب دانلود بکنم تیکه تیکه براتون بقیه بخش ها رو پشت سر هم میگذارم. اگر که دوست داشتین تا اینجاش رو حتما لایک کنید، کامنت بگذارید و نظراتتون رو بگین. ممنون، روز خوبی داشته باشین.